خب برادرای عزیز، در اینجا یک شبکه را بهراتون معرفی میکنیم که در اون شبکه تنها نوارهای شیخ محمد صالح پوردل میشود. هر ثبتایی که نو به نو میشود در همون شبکه میشود. مسیرکش در زیر ان همین ویدیو میمونن. کسی که مخلصان همین حضرت است در اومده آبونه شوین. شبکه با نام مخلصان شیخ محمد صالح پوردل، سرکش در زیر ان همین ویدیو. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان، هواداران و مخلصان گرامی قدر، ما امروز در دهه درغ زادگاه سید مراد دولتوف قرار داریم. نزدیکی مسجد کوهیده است. از دوشنبه بعد همین مسجد کوهی آمدیم. الحال که انا همین جایی که شما میبینین زادگاه سید مراد دولتوف است. ببینین که در چگونه جا زندگی میکرد. هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد، هیچ کس از پیش خودش چیزی نمیشه. همین دونستمونه که هیچ کس از مادرش میلیونر یا که عالم به دنیا نمیآید. هر یک چیز با مرور زمان است، با عقل انسان است، با فهمیش انسان است. اگر ما و شما در زندگی راست باشیم، خدا ما را به همه چیز میرساند. انا این مهمانخانه بگیم و انا این خونه که شما دیده ایستاده، انا اینش زادگاهش است، خانه که زندگی میکردن. الحال که خدا داد به همه چیز رسیدگی هستند. ما سطح حضرت بسیار تماشا میکنیم. میگه که در یک دست اگر قرآن بگیر، با یک دست دیگر در دنیا حرکت که انشاءالله بهترین شخصیت میگردی. خدا هر کس بوی نمیگردانه، هر کس از دل نیتش میگردانه. وقتی یک جوان نزد حضرت موسی علیه السلام آمد، بسیار کم بضاعت بود. گفت ای موسی، در حق من دعا کن که خدا مرا بوی گرداند. حضرت موسی علیه السلام گفت همین کم بضاعتیت بسیار خوبه. گفت آرزوی بوی شدن را نکن. گفت نه، دعا بکن، من همه خواهم از نعمتهای بزرگ الله استفاده برم. بیزار شدم از این نسکونه خود خوردن. وقتی که حضرت موسی دست برداشت در حق این جوان دعا کرد، جوان میگه تا اندازه بوی شد که پولش حد و کنار نداشت. پول زیاد او را برداشت و دستی بر زنا زد. در اون زمان کسی که زنا میکرد او را به دار میآویختن اگر در طور زناش میقپیدنش. وقتی میگه روز در طور زناش میقپشه، با تای دار میبیارنش. میگه روز حضرت موسی با یک کوچه گذر میکن، نگاه کرد که جوانهای زیاد در یک جا جمع آمدیان. گفت در اینجا چی گپ است؟ گفت یک جوان را در دار میکشیم. گفت سبب در چی است؟ گفت این جوان یک کم بضاعت بود. وقتی نزد حضرت موسی رفت، حضرت موسی در حقش دعا کرد، بای شد، پول زیاد برداشتش، دستی بر زنا زد. امروز که در طور زناش قپیدیم، یا به دار می آویزیم. در زمان ها پیغمبران را سازم نمیشناختند. حضرت موسی علیه السلام گریان شد. گفت من چه کاری کردم؟ از جانب خدا ندای آمد. گفت ای موسی، دیدی که به بنده من چه کار کردی؟ برای خدای شما مصلحته و مشورته لازم نیست. خدا میدوند که چه کار کند. خدا میدوند کی را بوی کند، کی را کم بغل گرداند. ما و شما باید از زندگی ننالیم. این در تقدیر ما و شما هست. اول ما و شما با خدا نزدیک شدیم، بعد آرزوی بوی شدن رو کنیم. خدا خودش بوی میگردونه ما. اول با خدا نزدیک شویم، دلمون پاک شود، تهمتگر و غیبتگر و حقخور نباشیم. در راه خدا که باشی، خدا خودش میتیته. امروز که از خدا دور هستیم، باز آرزوی بوی شدن رو میکنیم. کی میداند که ما و شما بوی شویم، پول زیاد ما را برداره، با چه کارهایی دست نزنیم؟ خواه با زنا، خواه با دیگر کارها. با کم شکر کن، با بسیار میرسی انشاءالله. این مرد خدا هست، سید مراد، مرد خدا و افتخار ملت است. دارای خلق نیک و صاحب دنیای عزت است. یا رب ورا جهان رزق عنایت نموده، از درگه رضای در برایش کشاده. دستگیر یتیمان و فقیران ملت است، او دور زی راه کبر و منی ها و ذلت است.
قرآن به دست و در راه تو با شوق قدم زند، دنیای بی‌سوادی ها به خلقش به هم زند. باور کنید دوستان عزیز، انا همین سید مراد دولتов، انا همین برادر ما برای ما و شما یک نمونه است. ما و شما باید از این شخصیت پند بگیریم، عبرت بگیریم. ببینید که خداوند وقتی که نظر کرد به یک بندش، به همه چی میرسد و بنده. حرکت کنین از ثبت این حضرت دریافت کنین و تماشا بکنین. بسیار سخنهای زیبا میگد. سخنهای این حضرت تنها برای همین پیشرفت دولت خودمون است، برای پیشرفت همین ملتمون است، برای پیشرفت ما و شما است. ما و شما با سواد شویم، با علم شویم، صاحب مال و ملک شویم. همه چی وابسته از چی است؟ از علم است. اگر ما و شما علم داشته باشیم، ان شاء الله به همه چیز میرسیم. خب باز ما یک چند جای دیگر را به نوار میگیریم، شما تماشا کنید. هیچ کس از آینده خودش با خبر نیست. برای آینده را خوب کردن ما شما باید حرکت کنیم، علم بیاموزیم، پیش رویم. آینده خودت در دست خودت است. خب انا اینجایی که میبینیم برادرای عزیز، این مسجد انا همین دیه هست. بجز این مسجد یک چند مسجد دیگر هم وجود دارد، اما این مسجد قدیمترین مسجدشون هست. 130 ساله تاریخ دارد. مسجد 130 سال پیش بنیاد شدگی هست. باز درونش هم میگیریم. اگه ما اینجا برای زیارت حضرت دامولا بدرالدین آمدگی هستیم، برنامه ها داریم، روزهای نزدیک ان شاء الله در همین شبکه صدای امید میبروید. آبونه شوین و منتظر شوین. ان شاء الله باز برنامه‌های خوب است. بسیار سوال و جواب های ضروری هست. از اینجا شما دسترس میکنین. با همین مقصد هم در برای برادر سید مراد دولتov خواستیم کم طرح بهر شما معلومات دهیم. خب برادرای عزیز، در این دهه انا همون جایی که شما دیدین زیاده ممکن 100-200 متر یک قبر هست. از همونجا یک سنگ دریافت کردگی هستن که سنگ از دوره حضرت عمر رضی الله عنه است. در تنه همون سنگ با نوشته شدگی هست، از همون دور است. الان نمیدونیم که سنگ در دست کی هست و ان شاء الله که باز دریافت میکنیمش. روزهای نزدیک این که ویدیوهای نوبتی در همون سنگ دریافت کردیم، با شما نشون میتیم که در تنه همون سنگ چی نوشته شدگی است که از دوره حضرت عمر رضی الله عنه از آن همین دهه پیدا کردگی هستند. انا همین داخل همون مسجدی که 130 ساله تاریخ دارد، داخل آن همون مسجد است. این دهه را مردمش بسیار مردمی با تربیه، مهمان نواز، مهمان دوست، بسیار مردمی خوب. حضرت میگفتین که همین مسجد کدام سال بنیاد شدگی هست؟ دیگه سال 1317 هجری بیرونش و 4 سال قبل پیش 1313 درونش بنیاد شد. که آن وقت توسط یک بای بخارا دوستها از استرافشن که روزه اروتیپ است با آمده همجا معماری کردن و نقاشی کردن. شما یعنی در همین مسجد مولای امام هستین؟ بله، بنده مخاطب در این مسجد قریب 10 سال است هستم. انا اینجایی که شما میبینید برادرای عزیز، اینجا مکتب است. مکتب کهنه انا همین دهه، حالا باز مکتب نو هم کردگی هستند. سید مراد دولتov در انا همین جا تحصیل کردگی است. مکتب یک مکانی هست که باور کنین ما و شما رو علم میدهد، ما و شما رو با عقل میکند، ما و شما رو تمیز میآموزد، آداب میآموزد. به قدر معلمان، به قدر استادای خود برسین، چون که حق استاد میگه پیش از پدر است. به قدر معلم برسین، حرمت احترامشون کنین. حالا گفتی گپا که شخصانی که
дар орзуи хондан ҳастанд, аммо барои онҳо дер шидагӣ ҳастанд. аммо шахсоне ки алҳол мехонанд намефорашон хондан, пушаймон ҳастанд. ҳоло ҳам вақт дорем бихонем ки оқибат пушаймон мешавем. سید مراد مرد خدا و افتخار ملت است، دارای خلق نیک و صاحب دنیای عزت است. یا رب ورا جهان رزق عنایت نموده ای، از درگه رضایت در برویش کشاده ای. دستگیر یتیمان و فقیران ملت است، او درز راه کبر و منیها و ذلت است. قرآن به دست و در راه تو با شوق قدم زند، دنیای بی سوادی ها به خلقش به هم زند. دستی سخاوتش که به عالم رسیده است، او آب عشق تو را به غفلت چشیده است. در سینه اش مهر محبت تو را مدام جا کرده و دور است ز راه شیطان و حرام. اندر وطن ز دانه امید و کاشته است، پای قدم در راه رضای تو بگذاشته است. افتخار وطن سعید مراد پاینده باش، با خلق خویشتن ورد زبان آینده باش. یا رب وراز شرارت جهانت امان بده، ذکر و درود نبی را مدام اندر زبان بده. اقبال ز ملک رشت دعای تو می کند، چند مصرع کنون فدای تو می کند. البته دوستان عزیز، برادرمان سعید مراد دولتов لایق آن همین سخنها بود، چون که امروزها میبینیم چه خدمت‌های بهر ملت، بهر خلق، بهر ما و شما کرده ایستاده است. زیب تعریف است. ما از استاد خود محمد اقبال رقیبی خواهش کردیم که یک چند مصرع شعری ایجاد کند بهر برادرمان سعید مراد دولتов. باور کنیم، ما دعا میکنیم که خداوند مهربان در کسب و کارش برکت، مالش را زیاد بگرداند. از این برادر ما و شما بسیار چیزها را آموخته ایم. باوری دارم مثل این برادر اگر 4-5 تا دیگر هم باشد، باوری دارم تاجیکستان گل میگردد. حرکت این برادر برای ما و شما است که در مسترکه و در درون لای چال کار نکنیم و از آنجا برویم و کار تازه و پاکیزه بگذاریم. حرکت این برادر برای ما و شما هست، برای آباد شدن وطن خودمان هست. خودمان به دست خودمان وطن آباد کنیم.